این فیلم با یک گروهی از بچهای دبیرستانی شروع میشه که توی تولد دارن بطری بازی میکنن. قانون بازی اینه که سر بطری به هر کسی بیفته بعد برن توی کمد و عشق بازی کنن. وقتی چارلی بطری رو میچرخونه سر بطری به سمت آنیشا میره و وقتی میرن توی کمد آنیشا تلاش میکنه باهاش باشه ولی چارلی خوشش نمیاد چون آنیشا یه فالگیره. یهو چارلی از کمد پرت میشه بیرون و آنیشا یه طلسم میخونه که همه رابطه‌اش خراب بشه و ازدواج نکنه. چند سال بعد چارلی و استو درسشون تموم شده. چارلی دندون پزشک شده و استو هم جراح پلاستیک. چارلی به استو میگه که با کارول دوست دخترش به هم زده ولی استو جا میخوره چون خیلی همدیگه رو دوست داشتن. اونا به عروسی دوست دختر سابق چارلی دعوت میشن و کیتی از چارلی تشکر میکنه و میگه که بودن باهاش براش خوش شانسی آورده و اون تونسته عشق واقعیشو پیدا کنه. توی مهمونی زن کنار چارلی میشینه و صحبت میکنه ولی توجه چارلی سمت زنی به اسم کم جلب شده. اون خیلی تصادفی کنارش میشینه و با هم صحبت میکنه. کم زن جذابیه ولی دست و پا چلفتیه. چارلی وقتی میره مطب کلی زن جوون میبینه که همه اومدن تا دندوناشون رو درست کنن. کارش تمام میشه و میره خونه و کلی پیام صوتی میبینه که همه دخترها میخوان باهاش رابطه داشته باشن. یه روز کم داره به پنگوانا غذا میده که سر میخوره و میفته و یکی از دندوناش میشکنه. بلافاصله به چارلی زنگ میزنه و ازش کمک میخواد. چارلی هم سریع به مطب میره و دندونش رو درست میکنه ولی ازش پول نمیگیره و به جاش ازش میخواد که شام با هم دیگه برن بیرون. کم پیشنهادش رو قبول نمیکنه و میره ولی وقتی تو ماشین میشینه میبینه که ماشینش روشن نمیشه و دوباره میره پیش چارلی و اون رو به خونه میرسونه. چارلی بازم پیشنهاد میده ولی کم بهش میگه که هنوز آمادگی رابطه رو نداره. روز بعد استو به چارلی میگه بهتر از این طلسم خوششانسیش استفاده کنه و با دخترای بیشتری بخوابه ولی چارلی قبول نمیکنه اما استو اونو راضی میکنه چون این کار به زنها کمک میکنه که عشق واقعیشون رو پیدا کنن و ازدواج کنن. بعد از اینکه چارلی با چند تا زن میخوابه همشون عشق واقعیشون رو پیدا میکنن و ازدواج میکنن اما چارلی احساس تنهایی میکنه و ناراحته چون زنها فقط اونو به خاطر خوششانسیش میخوان و همون لحظه تصمیم میگیره که دیگه از این کار دست بکشه و به زندگی خودش برسه.